بیننده عزیز بفرمایید. آقای انصاری، علیکم السلام و رحمت الله. نظر من درباره این اختلاف بین پاکستان و افغانستان اینه که پاکستان چیزیه که خودش کاشته داره درو میکنه. این همه سال از طالبان حمایت کرد، وقتی که به نفعشون بود زد، با تو افغانستان ناامنی درست کرد، این کارا رو کرد. حالا اینا فراموش نکنید، چون که اینجا طرف درسته، طرف مثل حق با طالبان هم، ولی طالبان هم همچین تافته جدا بافتن نیست. طالبان هم خیلی اشتباه دارن. طالبان هم افغانستان رو 50 سال به عقب کشوندن. کاری که این همه مهاجر تو کشور نتیجه کارهای طالبان هم. دوست عزیز، شما میگید که طالبان افغانستان رو 50 سال به عقب کشاندن. از چه نگاه به عقب کشاندن مثلا؟ از جنگ. هیچ وقت اینا اصلا انعطاف ندارن. اینا یه جوری حرف میزنن که مثلا همه یک لحظه در دهه 90 وقتی که مجاهدین حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، حزب وحدت شیعه اینا در کابل می جنگیدن، طالب کجا بود؟ حالا به وجود نیامده بود. مخواستیم بگیم طبیعتاً کابل کی خراب کرد؟ کابل کی خراب کرد؟ مثل طالب. حالا اونا هم از طالب بدتر. من که طرفداری اونا رو نمیکنم که اونا رو چیز میکنم. اونا بدتر از طالب همشون. من اصلا اینا خیلی خوب کی است؟ الان کی خوب است؟ کی خوب است؟ کی خوب؟ کرزی خوب بود؟ اشرف غنی خوب بود؟ قرار نیست کسی خوب باشه. من چون میگم طالب بعد قرار نیست کسی خوب باشه. نه دوست عزیز، ما باید واقع گرا باشیم. الان مثلا کمونیستا آمدن افغانستان رو به روسا فروختن، راه رو برای اشغال افغانستان باز کردن، خلق و پرچم به نام پشتون، به نام تاجیک، به نام الحاد، به نام کمونیستی ملت رو به خاک و خون کشاندن، سبب کشته شدن بیش از 2 میلیون نفر شدن و آوارگی بیش از 15 میلیون نفر و دربدره افغانستان. درست؟ همین کمونیستا. آقای انصاری، کمونیستا همین انگ کمونیست هم اینا هم همش نقشه قرار بود. خودت میدونی که اصلا جنگ کمونیست کجا بود؟ جنگ سرد بود. خب بر صورت جنگ سرد بود. اما من دارم در مورد یک سری انسان‌های احمقی صحبت میکنم که در افغانستان خودشون رو حزب دموکراتیک خلق افغانستان میگفتن، خودشان را کمونیست میدانستن. حالا این سیاست غرب بود، سیاست شرق بود. من در مورد یک طایفه احمقی که در افغانستان با همین انگیزه و با همین منهج و با همین سیاست افغانستان رو تباه کردن. درست؟ بعد از اون مجاهدین آمدن، مجاهدین روس رو شکست دادن، مجاهدین همون حکومت کمونیستی رو ساقط کردن، اما باز به جان هم دیگر افتادن. کابل رو اصلا کی خراب کرد؟ کابل رو در جنگ‌های داخلی همین تنظیم‌های جهادی خراب کردن. طالبان آمدن، مجاهدین طالبان آمدن، همین تنظیم‌های افغانی سنی و هشتگانه شیعه گلمی همه اینا رو جمع کردن، یک حکومت مرکزی در افغانستان تشکیل دادن. خب همون رو هم که نگذاشتن، همونا رو هم رفتن در بن با آمریکا دستشون رو یک کردن، شیعه و سنی و جمعیت و حزب و هزاره و همه رفتن با آمریکا و با ناتو موافقتنامه بن رو امضا کردن، راه رو برای اشغال افغانستان توسط آمریکایی باز کردن. همه اینا وطن فروش بودن، همه اینا خاک فروش بودن، همه اینا دین فروش بودن، همه اینا خائن بودن. الان ما اینو میخوایم بگیم که الان همین حکومتی که امروز در افغانستان حاکم است، بیاید از حق نگذریم. همین الان آبادانی که در افغانستان داره میشه، پروژه های تجاری و پروژه های ساختمانی و ساخت و سازی که داره در افغانستان میشه، خدماتی که داره همین حکومت انجام میده، امنیتی رو که همین حکومت آورده. حالا طالب است، ملا هست، هر کسی است، شما میگید نوکر است، هر کسی که است. امروز وضعیت افغانستان بهتر از دیروز هست یا نیست؟ شاید در بعضی موارد مشکل داشته باشند. مثلا بله، در بعضی مسائل ما هم انتقاد داریم، قضیه تاثیر دخترها، قضیه حقوق زنها، خیلی مسائل. اما امروز یک سوالی رو که ما باید وجداناً جواب بدیم، آیا اینها بهتر از آنهایی که قبلا حکومت میکردن هستن یا نیستن؟ اگر هستن بیایید همینا رو اصلاح بکنیم، بیایید در کنار همینا بیستیم. اینا اصلاح نمیتونن آقای انصاری، اینا اصلا
که حرف کسی گوش نمیدم، میگه هر چی ما میگیم درسته، هر چی بقیه میگن اشتباهه. خیر ان شاء الله. تشکر از شما دوست عزیز. تشکر از شما. درسته نه میگن یا نه. با خدا که اینا من اصلا با سر میز هر کی میشینه چاره دیگری نداریم دوست عزیز. الان انسان در بین بد و بدتر گاهی اوقات مجبور است که بد رو انتخاب بکنه. کی رو میخواید انتخاب بکنید؟ همون بد و بدتر نیست، اینجا خیلی بد و یک کمی بدتر. تشکر از شما. تشکر از شما. تشکر از شما. خداحافظ.